بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. احترامی که اولیای خدا و امامان معصوم از پیغمبر خدا می گرفتن، هیچ کسی اونقدر مورد احترام اونها نبود. میدانید حضرت زهرا علیه السلام از فراق پیغمبر اونقدر گریه کردن تا از دنیا رفت که یک بعد گریه‌های حضرت مظلومیت مولا علی علیه السلام بوده و یک بعدش فراق و فقد پیغمبر. شیفته و عاشق دلربای پیغمبر خدا بود. مولا امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی سوالهای مهمی کردن یهود و نصارا، حضرت جواب دادن. سوال کردن آقا شما همون پیغمبری هستی که کتابهای آسمانی وعده دادن؟ فرمودن نه، من اون پیغمبر نیستم، ولکن من عبدی از عبید محمد صلی الله علیه و سلم، من بنده ای از بندگان این پیغمبر خدا هستم. در عین حالی که ما معتقدیم مولا علی علیه السلام طبق نص قرآن و روایات جان پیغمبر، برادر پیغمبر، نفس پیغمبر هست، ولی میخوام ادب رو بگم که انی عبد من عبید محمد صلی الله علیه و یعنی هر چه دارم از پیغمبر خدا دارم و معلم من و استاد من و همه کار من و همه چیز من پیغمبر خدا. امام صادق علیه السلام وقتی که یکی از یارانشون فرزنددار شدن، سوال کردن نام فرزندتون رو چی گذاشتید؟ عرض کرد محمد صلی الله علیه و سلم. حضرت به احترام نام پیغمبر چند بار تکرار کردن محمد 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 محمد. صورت مبارک رو تا نزدیک زمین به حالت سجده آوردن و بعد فرمودن جان خودم و جان پدر مادرم و خانوادم و اولادم و جمیع من فی الارض فداء لمحمد. همه هستی من و عالم فدای این پیغمبر. و فرمودن با برکت از خانه‌ای که درش محمد نام باشه، رفقایی که درشون نام محمد باشه، جلسه‌ای که درش محمد نام باشه. و فرمودن همه فرزندان پسرمون رو محمد نام میگذاریم، بعد از یک هفته اگه خواستیم همون و الا عوض میکنیم. و خیلی سفارش شده. امام صادق علیه السلام فرمود روز قیامت همه دوستان و شیعیان ما به ما چنگ میزنن و ما به دامن جدمون پیغمبر و پیغمبر به رحمت الهی و همه رو دستگیری میکنه. انشالله قدر این پیغمبر رو بدانیم. عزیزانی که در فضاهای مجازی کار میکنن، در فضاهای حقیقی کار میکنن، در هر زمینه‌ای که توان دارن، نام پیغمبر، یاد پیغمبر، ذکر پیغمبر، سیره رفتاری عملی و فرمایشات دلنشین و گره‌گشای پیغمبر که فرمود اوتیت و جوامع الکلم، کلمات کوتاه و جامعی که خدا به پیغمبر مرحمت کرده، تبلیغ و ترویج بکنیم که نام پیغمبر برای همه عالم و گیتی و یاد او و رفتار و سیره او انشاءالله غالب بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.